سلام تماشاگران عزیز. پس از چند مدت توقف ما باز با شما روبرو هستیم. در نخست برنامه پرزیدنت مردمی ما یادآور شده بودیم که شمار قهرمان‌های برنامه ما خیلی زیادند و طول یک سالی که این لایحه ما دوام کرد شمار نفرانی که به واسطه دست کمک رهبر دولت محترم امام علی رحمان به آنها رسیده است بر زیاد شد و تا آنجایی که امکانیت دست داد و من بعد دست می‌دهد ما تهیه‌گران برنامه پرزیدنت مردمی کوشش میکنیم تا از حیات این نفران برنامه ها آماده کرده باشیم. خب قهرمان نوبتی برنامه ما نفری هستند بسیار هم شناخته و خرد و بزرگ کشور به اشعار برگزیده‌اش احترام زیاد دارند. سالهای نوبسامانی های به سر ملت آمده چند مدت او را دور از وطن کرد و استاد بازار صابر شاعر خلقی تاجیکستان سالهای زیاد عذاب دوری وطن داشت. اهل زیای کشور خوب آگاه هستند که بارها رهبر دولت از آنهایی که به واسطه با استاد رابطه داشتند از احوال استاد با خبر بودند پرسان میشد و ماه مارس سال 2013 با دعوت رسمی رهبر دولت محترم امام علی رحمان شاعر خلقی تاجیکستان استاد بازار صابر به وطن اجدادی برگشت. گلهای وطن نچیده ام ده سر سال، دیداری وطن ندیده ام ده سر سال. میبینمش از خریطه دیواری، میبینمش از خریطه دیواری. دوری وطن کشیدم ده سر سال، دوری وطن کشیدم ده سر سال. استاد بازار صابر شاعر شناخته وطن سرا که در هر سخنش محبت، صداقت و احترامش را به خاک و آب وطن تاجیکستان عزیز کوه و پشته های زادگاهش صوفیان انعکاس کرده و به قول دل پردرد و دور از وطنش را در آن طرف اقیانوس با یاد وطن با ایجاد شعرهای خود آب میداد. پس از سالهای طولانی بر دوش اشعاری پر از محبت به وطن برگشت. بازاری وطن با سری بلند و قلبی پر از محبت به این سرزمین، به خانه بابایی، به کلبه خسی، به زادبوم خیش در چشم اشک شادی و پزمانی برگشت. بازاری وطن برگشت. وطن چیزی است که تو با دستت میقپی، با پایت حس میگیری، با نفست نفس میگیری. من خیلی وطنی خیالی ندارم. وطن اکن همه که ما در کجا خونی نافمام ریخت همون وطنی ما است. خواه میخواهی خواه نمیخواهی. من نمیخواهم گفتن نمیتوانی، چون که تو در هوای همو کلان شدگی، تو در زمین همو قدم به قدم کلان شدگی، تو در همون بنان و آب و نمک و همه چیزهایی که در محیط همون است، حتی با دلانه همو دل آدم گم میزنه. نه دل ما مثلا در همه امریکا پر دلانه، همه لاله به قانصاب سیو برین نشون، سیو برین دلانه. من اینا را میبینم پیسان نمیگیرم، دلم برای دلانه های سیویان گم میزنه. وقت داور عادل است. سرنوشت، قسمت انسان را بسیار امتحان می کند. هیچ کس را از این امتحان های بی آخری حیات جای گریز نیست. ولی در همه دور و زمان خرد ازلی ملت سربلند و نیکخواه تاجیک را به هم آورده است. استاد بازار صابر را نابسامانی های به سر ملت آمده، بدخواهانی بیرونی ملت به ملک غریبی کشیدند. دور از وطن استاد سالهای زیاد
عذاب غربت کشید. یک لحظه حتی به یاد وطن، زادبومش صوفیان، کوچه های پرخس و خاکی این موضعی برایش عزیز نبود. عزیزان زیادش را در این مرحله دردناک و جان شکن برایش از دست داد. دور از وطن، با یاد کوچه های دوره کودکی، توتی در حوله پدر بوده، صدای خروس سحرخیز، چشمه های پرصفا و فرزندان پدر موی سر سفید کرد. پرقدرتترین سرزمین عالم برای بازار تنگی می کرد. با سیاحت خلیج فارس در سر، در عقل و هوش، در کوچه های خاکالود صوفیانش بود. باد فیض‌آباد در پشته ها سراغ بازار می رفت. در خواب شبم هنوز به خاطر من در تن کودکی فرو رفته خود را تگ توت پخته می‌بینم. در جاله توت بارانش یک مشت یتیم خفته می‌بینم. خواهر به بغل گرفته خواهر را، دادر به بغل گرفته دادر را. وقتی که سپیده صبح وقتی که سپیده دیگ گردون را چون مادر من به ریگ می شوید، وقتی که سپیده گاوی گردون را چون مادر من پگاهی می دوشد، با شیر شیر می شوم بیدار، با شیر شیر دوشی مادر. من از تن کودکی من هر بار چون مرغ پگاهی می شوم بیدار، چون خروس. من از تن کودکی من هر بار چون مرغ پگاهی می شوم بیدار، چون مرغ پگاهی می کنم، چون مرغ پگاهی سینه می کوبم، چون مرغ پگاهی می کنم کوکو. کو خواهرکان خانه روبم کو، 100 سال دراز خانه نارفته، کو دادرکان خانبانم کو، 100 سال دراز خانه به صاحب، کو مادرک صغیربانم کو، 100 سال دراز دیگ ناشسته، دیگ و طبقش بریگ ناشسته. پرستاری ما مادرم بود. پدر بسیار بر وقت از دنیا رفت. من از روی نقل مادرم که من 6 ماه بودم پدرم از دنیا گذاشتم. مادرم میگفتن که 7 یتیمی در قلبال، به قبل مادرم هم که خورد. یعنی اکنون تمام وزنینی و دشواری و همه عذابا مادرم کشیده. ما در زیر بغل مادر همچون مادر ما را سیمرغ در زیر قنات‌های به قوتش تربیه کرد. تربیه ما چخیر بود که همین خاندان نمیدونم با تاثیری کی بود، با تاثیری چی بود. شاید مادرمون زنی بسیار جدی بودن، حد زیاد. من یکم بار خنده اونا رو ندیدم، گپی بلندشون رو ندیدم. زنی بسیار نرم دیلم بودن. چخیلی بود که ما تماما تربیه ما از تربیه همون فرزندای همسایه فرق میکرد. ما با کسی کاردار نبودیم، ما با کسی خوش اخلاق بودیم. بین دیگر جنگ جدال خیلی نمیدونستیم. خانه ما یک محفل ادبی بود. این نیکی بگم بگم چو انگشتی من است، انگشتی بریدم در این مشتی من است. با نالای نی چرا ننالم وفیقانه، کین خانه من همیشه در پشتی من است. با نالای نی چرا ننالم وفیقانه، کین خانه من همیشه در پشتی من است. ما تهیه‌گران برنامه پرزیدنتی مردمی در جستجوی استاد بازار به صوفیان آمدیم. استاد را مکتبچگان مکتب تحصیلات عمومی 104 دهه برای واخوری دعوت کرده بودند.
استاد بازار صابر به بچه های دهش کتاب های خود را تقدیم نمود. ما باید کالوچ 3 کلاس میخوندیم. باید کالوچ تیمور میرفت میخوند میامد با ما هم کالوچ را پشتا با ما میرفتن. اون میامد با صدردین میرفت. باید کالوچ 3 کلاس میخوندیم در زمستانی خنک. این حال بچه ها هم ساز. من با شما چند تا اینم کتابا رو ما با شما تحفه آوردگیم. لیکن تحفه شهر دارد. خیلی که بیا بگیرنی. هر کس یک شیرک میخونه یک کتاب میگیره. لیکن بکن کتابا نمیرسن. آنمی کلان ها گودکایی را نمیفهمن. گودکا دا با مینیسن. در رفت صحبت استاد بازار صابر از مکتبچه پرسان شد وطن چیست؟ و این پسر بچه چون به احساسات داده شد نتوانست که بزودی جواب بدهد. چون این لحظه ها من استاد را نظارت میکردم دیدم که چهرهشان تغییر یافت. به پسر بچه نگاه کرد و گفت انا همین زمینی که تو استاده وطن است. انا همین درختان وطنند. انا همین آبی جوی روانی نزد مکتبت وطن است. و از این صحبت استاد بازار صابر بار دیگر حس کردم، احساس کردم که چقدر محبت زیاد دارد استاد به این سرزمین. با بچه ها خیلی خوب هم صحبت شدند. هر کجا بودم نبودم من همان فرزند دهقانی تویم، در خیالی رگ کوهساری تو من غم میخورم، از برای سبزه و خاری تو من غم میخورم، از گلویم نگذرد نانی تو بیغم های تو، بیغمی تو من ننوشم آب از دریای تو، از تو من ثروت نمیخواهم وطن هستی بس است، با خس و خارت برابر زندگی کردم بس است. استاد انسانی هستند بسیار عادی، خاکسار و بی‌کینه، دل صاف و بی‌آلایش دارد. بین مردم عادی بودن را بسیار دوست می داشته است و شاید سخنی بلند و تصویری عالی در شعرهایش از آن همین رفتارش سرچشمه گرفته باشد. ده را دوست می دارد. صدای خروس را ساعت سحرخیز می گوید و عکاس سگان را فالینگ می داند. همیشه در پشتی من است. سحر ده را چه تصور میکنید؟ صدای خروس خطی؟ همین ده ساعت ده چیه خروس؟ خروس. شما صبح چی زنگ بزند؟ زنگولک چی بزند؟ خروس. نیم روزه زنگولک چی بزند؟ خروس. شام با خروس. ساعت قشلاق. در امریکا چه ساعتونه بعد سحر میخیسید؟ در امریکا خروس نیست. وقتی که ما رفتیم امریکا ما با 3 چیز عادت کرده بودم. ما کودکی یکم با آواز خروس، دوم با آواز پاییز، بعد سوم با جکیدن سگ، آواز سگ. امریکا میریم وای نیست. خروس نیست، سگ نیست. پاییز است. یک پاییز نگه پاییز دوشنبه نه. این خیلی پاییزی که میامد نیم شب که ما شعر می‌نوشتیم در سر استاد همین نیم خواب و نیم بیدار یک پاییز شون وای میکرد. صدام چی میگن بوق میکشید هم پاییز آمد، پاییز رفت، پاییز آمد. واقعا همون سال جنگ بود در خاطر ما یک کمپیرک بود رحیمه میگفتن. بچه‌هاش عسکری ورده بودن. بعد کمپیرک خیالی شده بود. همین وقتی که آواز پاییز میشنید پاییز وقتا اورژنگ زیباد میومد. نه اینجا میبرد اسکر. نه میولی هم از وокزال میگن همینجا. بعد کمپیرک خونه‌اش میرامد، داد بالای بامش میرامد. خیز اسکرا را آوردن. با هم تا غلطی خوش میبرد با پاگا یا که با میشینیم میگه اسکرا را بردن. ما هم خیلی عادت کرده بودیم. همین میگم خروس آواز خروس نیست. همین قدر یا چیز گم کردگی با یا چیزی خوبی گم شدگی. یا که همین یک بگی میرم پیش خانه گشتنی سری کوچه میرم آواز خروس خوانده است. در امریکا در همین با نزدیکی ما
بعد بچه ها را تا وای کردم بچه ها را نه آمدم رفتم که گفتم خانه کی باشد بینم هم یک سری تیپه پشتی تیپه ده رفتم نیا کردم یا مردک 3-4 مرغ دارد در یک قفس نه امریکایی بعد گفت چوه اینجا آمده چوه با این اینترستید میگه باید چی تو باید توجه کنی چوه اینجا آمده ما گفتم همه باید روستر میگن خروزه روستر سانگینگ گفت دیدی تایم سانگینگ روستر ما بودم باری اول بجنم بعد یک وقت دیگه نیمی شب که ببینم یک سگ از دوری یک اوی سگ آمده است بچه ها را خزاردم خزه بچه ها چی گفت؟ من گوش کنه آوازی سگ آمد این همه اینا چیزایی که خاص قشلاقی هست خاص قشلاقی هست برای همین حولی پدرتان است اینا حولی پدر حولی پدری میگن گرچه در این کهنه ده حالی کسی نیست به خانه و در کردن هم یاد پدر کردن است این ویرانه و چهاردهالی بسیار است این خانه هایی که ما تولد شدیم و ما گودک بودیم این خانه ها نیستن اینا از اونا این مانده است همین زمینی پدری هم زمینی پدری است ولی از زمینی که همینجا تولد شده زمینی پدری زمینی مادری من وطن هم زمینی مادری من است زمینی مادری خانه‌ای که ما بودیم من ایمانده است من اینا موزه کردنی بودم من موزه بهتری میشه موزه چی میمونه مرد اوجه برای چی استاد اثرهای شما مثلا خاطره ها از تیموری صبح من خیلی موزه کردنی نبودم من موزه که با هم اسباب انجامی که در داره گودکی های ما بودن یا سطلی زنگ زده یک سطلی زنگ زدگی شکسته یا چختگی لوش پریدگی یا کوزه دستش پریدگی همون چیزایی که ما دارم یا بلی زنگ زدگی همون چیز ما دارم اونم خیلی موزه بعد برای چی پیدا کردن نشد مگر نه ما که دیگر ایده شد در سرم هست بچه ها دا گفتم با یک بچه رامیز میگن بچه من در همین کارهای کامپیوتری کار میکنم میگفتم خیلی موزه بوده است ما بودم چه خیر گفت که در منگره یا مرده کرده بوده است خیر همه چیزای عجیب بود قشلاقشه که همه خاص قشلاقی هستند همونا رو جمع کرده موزه کرده بوده است در منگره گفتم این ایده احمد زیده است اینم بطش دستم اینا نبودن اینا نبودن از او کهنه ها چی زنده مانده است استاد جمعه شبها خواب میرید آرام است آرامی خانه حولی مادر مقدس است مقدس است بودایی گم حولی مادری پدری این یک مثلا قزاقا در حولی هم ندارن خانه هم ندارن دیگه در یک سری سنگ یا در بیخ یک چی تولد میشن در بیابانی خالی در فرض کن بیخ یک بوته میگه وطنه سنگاداک میدن یا بیابده سنگاداک سنگی توکو ایل و پشتنگی توکو جوره بیننگی توکو عقلی تگی سنگی توکو سنگاداک نالی دایگ خانه شو ویران که سیل اومده خانه شو برده بعد نالیده گفته که از وطن می نالیده بعد یک پرنده یک مرغاویه یک پرنده گفته که شده بود وطن گفته که وطن من یک جایی بود که شیرین ترین جا بود بیافته بریم وطن ما میرم امروز همه خیلی ما هم کرده بودن خطی یک شرف بود یک ترجمه بود بعد رفتیم سنگادها و قدی رفتیم همین سیل راده یک سفید خوراک گفته که من نشان ده گفته این ته همین سفید خوراک ده هیچی ما بود همین هیچی ما ته همین سفید خوراک ده بود و گفته همین جایی است که تو برای همین ناله و گریه کنی و این هم قدای رفت که قدای سیلاوه نگه نه گفته است ما اینجا بچه کچ داشتم اینجا زندگی بچه کچی ما خودم گذاشته
برای شیرین است، نباشه خیلی سفید خوراک هم وجود است. نه خیلی خاندان استاد بزرگ همه از اول دوستدار کتاب بودند. خودی استاد و خواهرش بیبی کلان با ما نقل کردند که هنوز از ایام خورده آنها از دیگر بچه های دیه فرق می کردند. اویله نمونه بودند. پدر و مادر همیشه از تحصیلشان باخبر می گشتند. پس از مرگ پدر که بسیار بر محل از عالم در می گذرد، مادر آنها را به وایه می رساند. برادران تیمور، کمال و بازار صابرف ها تحصیل من بعدی خود را در خانه اینترنت ها دوام می دهند. ما در قشلاق بسیار اصلا تا 14-13 سالگی دیگه همون خاطرهای همون زمان ها هنوز زنده اند. گاه تازه میشوند، گاه با خیره میشوند در خاطر آدم. مثلا نامای همون جورایی که داشتیم حتی حاضری بعضی ناماشون چهره ها را میشناسید نامای در خاطرم هست که چه خیلی بودن. دیگه مثلا نامش دقیقاً گفتن نمیتونم. باید فکر کنم. اینه خیلی است که فراموش میشه با مرور زمان. بسیار چیزا فراموش میشه. خیلی همین تیلا در سنگ برین همین بعضی سیت شیرینی که بسیار صمیمیت نمونهاش باقی میمانند. اصلا دیه به هر حال میکشد نه آدم به ها میکشد هم. های آدم در گوشه که دیه دیگره. مواد شد و بعد در همه قطعی همیشه که آدم خاطره آدم از صفی چند سر میشه سالی چند سال باید باشد تقریبا 5-6 ساله باشه و خاطره هاش میماند. اون طرفش خاطره نیست. برای همین در این محیط که کلام کودکی ما گذشته است شیرین است، بسیار شیرین است. سفر به دهکده سبز کودکی کردم، سفر به سایه پرندگان در آتش ظهر، سفر به قوس و قزح‌های زیر بار مله. رنگین کمان در کجا را میبینی؟ قشلاق نمیبینی؟ بله. در بهار قشلاق رنگین کمان های سایه پرنده ها کفتر ها سیله میگذارن در کجا میبینی؟ در قشلاق میبینی. نانی چپاتی استاد. سفر به خلوت بارانی شقایقا، لاله ها که باران میزند سحر بهار میخیزی شبنم بچگه در کجا میبینی؟ در قشلاق میبینی. همه همینا عزیزترین چیزن و همه همینا همه شعرن، بگفتنی ما هم شعرن، همه شعرن. استاد یک کمپیر نزاکت است که بسیار تاثیر میکنه. که این کمپیر نزاکت؟ کمپیر نزاکت از دهمی صوفیان بسیار مقدس کمپیر است. خیلی در صوفیان کمپیر خوب بسیار بودن. در زمان کودکی ما بسیار بودن. دیگه کمپیر نزاکت بهترین اون کمپیر ها بود. پیش از همه که اون همین مامدایه همه بچه های قشلاق بود. اون وقتا خیلی رادام و پادام نبود. هیچ کس نمیدونست در کجا، اگر که بود در دوشنبه بود. کمپیری نزاکت، کمپیری بسیار گودک دوستک، کمپیری که همه دوستش می‌داشتن. او هم کس نبود که باید که اوگانده است. خودش دو تا گودک داشت. نه که تمام عمرش مجرد بود، با همین گودکبانی بگذشتگی بود. بعد خصوصا خاطره همین که روزای توی ما هم در تویخانه جمع میشدیم نگاه میکردیم که کی کمپیر نزاکت در تویخانه میراید و که میرامد آستین خالی نمیرامد، آستیناش پوری قاق زردالو و 4 مغز و 3 و یک چیز میراورد با ما گودکا هم یمش میداد. خوشبختترین لحظه ها بودن. خاطر بچه ها شد نکنه. من اما کمپیر نزاکت قشلاقه که من بوی چپاتی دارد میگه دوستا. این همون چپاتی های دوره کودکی ها هست یا که نمونه که سال هم میآید؟ همون چپاتی ها. ولی اگر 100 بار چپاتی بپزن بخورم او لذت ندارد، او کیفیت ندارد. چپاتی که در همون تنوره کلان میپختن کمپیرها، یک تاوت ها میروانه که بوش قشلاق بوی چپاتی میگیرید یا که روغن زغیر شیرین نکنن. قشلاق هم روغنی زغیر میشد.
الان ما حاضر مثلا یک دگروگان زغیر تو شیرین کنی او کیفیت او یک قداغروگان زغیر شیرین کردن همون وقتا ندارد. هر جا که نمیروم دلم والای توست در بام دلم بیبی کلان صابرова خواهر و آخرین امیدی از فرزندان پدرش برای استاد بازار به ما نقل کرد که بازار صابر هنوز از ایام جوانی بسیار هم زیرک و هوشیار و مشاهده‌کار بودند. دیه را بسیار دوست می داشت مثل امروز. کبوتران را شبهای مهتابی علف درو و غنداشتن گندم برایش پسند بود و هر چیزی که امروز در شعرهایش دیده می شود این همه مشاهده های با چشم دیده استاد بازار است. مشاهده کار بودنم خیلی مشاهده کار وقتی که می خیلی کلان شدم بعد وقتی که استودنت شدن در دانشگاه ملی که قشلاق می رفتن چی می بودن؟ قله های دانش گزیده قله های دانش شعرشون چوب می شد می خوندیم با حواس انا شعری من برومد بعد فهمیدیم که اینو خیلی استعداد شعرگویی داشتن بعد میره پیشه کردن شاعری را مثلا چنون شعرهاشون فقط تصویریه تصویر خیلی عالی است خیلی عالیه چون که مشاهده کاری سخته مشاهده من وقتی که یک مجموعه شونه با نام چشم سفیدار بروردم من معلومه بودم کار میکردم حیران شدم چه مجموعه را چشم سفیدار نام کتاب بعد وای کردم بعد رفتم قشلاق رفتم خیلی میرم کارگاه رفتم که دیدم من نگاه کردم سفیدار پیش خونمون نگاه کردم که در حقیقت همین بدن سفیدار مانند چشم بریش داره گفتم ایره بینی ما تا حالا عقل ما نگریف بینی مشاهده شان خیلی زیاده مثلا چیزایی و یا میگن علاقه ایود مردم علاقه استعمال برامدگیه مثلا میگن که به دیده پریدن نهادم کری پری کت کفی دعا شدم به داس مهی ره رود اینم بینه که او چشم میپرد به خاطر است که خسته که دعا خوانده میمونده این علاقه استعمال این کلمه ها برامده نه که همون چیزها در مفکورشان از چخیل خودشون میگه که من صفر قشلاقیان هم صفر قشلاقشونم میدونن همه کلمه های قدیمی رو میدونن که بسیار مطالعه زیاد داره استاد مادر یاد داره؟ مادر یاد داره؟ مادرم بناسی گذار بسیار دیر نه تقریبا 25 سال پیش بوده یا 30 سال پیش کامپیر بود تا امریکا رفتن نه پیش از امریکا رفتن من تقریبا یک 6-7 سال پیشتر گذاشتم کامپیر که مهنتی بود همین خاک کامپیر قشلاق کرد مهنتی چیه نمی تپک آب همین دو آشخانه و دیدام و این چندتانور و صندلی این همینا نگه بودن از رفیقا بسیار کم مونده نه؟ قریب هیچ کسی نیست قریب کسی نیست همه اینا جوانان قریب کسی نیست این همه یک تماندگی این معلم بودیم نه که این همه بکلان نیست یک سال جوانتر است با همون ریش جوان است معلم سفرعلی اماموف همسال و همسبق استاد بازار هستند سالهای زیاد است که دوستی دارند حتی سالهای در وطن نبودن استاد بازار دوستش سفرعلی از احوالش با خبر بوده است ما همیشه تلفنی صحبت میکردیم همه شعرهای دوستش را از یاد میداند میگه که فواره خنده میپرد از لب تو مانند پرنده میپرد از لب تو فواره خنده تو غمهای مرا از ریشه کشیده میپرد از لب تو میگه که از داغ تو دم به دم دلم میسوزد از وقتی پیاده ام دلم میسوزد به چشم مرا نمیکشادی در عشق از چشم کشاده ام دلم میسوزد رویت به من و مرا نمیخواهی دید گوشت به من و مرا نمیخواهی شنید بر مهر و محبت تو چشم کی رسید در پیش تو از علم دلم میسوزد تا از غم و شادی تو پر شد دل من مانند گل بخنده دور شد دل من عشقی تو نمرد و زنده مور شد دل من بر این دل مرده ام دلم میسوزد وقتی که غمی تو میکند دلگیرم میخیزم و دفتر و قلم میگیرم
از دفتر و از قلم علم میگیرم، بر دفتر و بر قلم دلم میسوزد. چون خاری شکسته که ماندی در تن، ماندی همه با من و نماندی همتن. نه به من یک دم و نه هر دم با من، از به همی به هم دلم میسوزد. شیرینی شیرینی توتی دارد. این حوله به قول استاد بزرگ حوله مادر یعنی مادر وطن است برایش. روی حوله به 4 طرف نگاه کنان گویا نشانی از مادر می جوست که به اختیار به شیرخانه در آمد. از توتی در حوله پدر داشتهشان از برادران و خواهرانش یادآور شد. از نشان مادر تا امروز انا این خانه یادگار مانده است. خاکی مادر. از خاکی وطن گوری پدر در دیلی من مان، در دیلی من مان. مادر چون مزاری لبی جر در دیلی من مان، در دیلی من مان. در بسته و فرزندی پدر در پسی در راست، آی در پسی در راست. فرزندی پدر در پسی در دیلی من ماند، در دیلی من ماند. در آتشی غم کاغذی رو ای من اگر سوخت، از خواهری من کاغذی سر در دیلی من مان، در دیلی من مان. من رفتم و صد خویش و تبار از سری من رفت، از رفتنشان تربتی تر در دیلی من ماند. از خاکی وطن گوری پدر در دیلی من ماند، در دیلی من ماند. مادر چون مزاری لبی جر در دیلی من ماند، در دیلی من ماند. در بسته و فرزندی پدر در پسی در راست، آی در پسی در راست. فرزندی پدر در پسی در دیلی من ماند، در دیلی من ماند. در ریشه طلایی نبود ریشه جانم، پودینه چو داروی جگر در دیلی من ماند، در دیلی من ماند.
در سوزنی دیواری من است رشته عمرم کافیست همان سوزن اگر در دل من ما از خاکی وطن گوری پدر در دل من مان در دل من مان مادر چون مزاری لب جر در دل من مان در دل من مان در بسته و فرزندی پدر در پسی در راست آی آی در پسی در راست فرزندی پدر در پسی در دل من مان در دل من مان مادر چون مزاری لبی جر در دل من مان در دل من مان در دل من استاد واخره شما در اتفاق نویسندگان 10 سال پیش بود. حولیتان یادم با آمد استاد سفیان. حوله مادری گفتید که مادر بسیار ریقت‌آور بود و قربان علی هم بسیار با علم خواند خوب خواند. تیمور صابر برادر دوستدار استاد بازار صابر در سن 25 سالگی علاقه نامزد علم‌های ریاضی بودند. در سن 36 سالگی دکتر علم‌های ریاضی پروفسور تیمور صابر از بیماری سرطان از عالم در می‌گذرد. آن زمان مادرمان در حیات بود. با درد گفت بیبی کلان صابرова. از روی همین نقل‌های مادرم می‌شنیدم. این اولین ضربه بعد مرگ پدرم مرگ همین برادرم تیمور صابر بود. این یک عالمی ورزیده ساحه میدونه ریاضی به همه معلوم نیست زبان‌های چی میگن فن‌های دشوار که این رو نه همه کس میدونن همون ساحه خودشان میدونند خلاص. این مرگی بود که این یک ترکیشی بود برای مادرم برای اهل خاندان ما. این ترکیش تمام برادرای دیگر ما از بین برد. هیچ غمی او دور نمیشه تا حالا دور نشده. 36 سال شد و نیست در بری ما لیکن یاد او همه وقت در یاد ما هست. اما برادرم وقتی که گفتن که بیگانه گریست و از علم خیش گریست بیگانه و خیش با دلی ریش گریست در مرگ برادرم شب و شام و سحر از ابر بهار و مادرم بیش گریست. نیخانه خراب میکند چشمی مرا دور از تب تاب میکند چشمی مرا نی را کی بریدند از چشمه آب نی چشمه آب میکند چشمی مرا نی را کی بریدند از چشمه آب نی چشمه آب میکند چشمی مرا. مادرم بعد مرگ برادرم یگان بار لباسش رو در بر نکردن. یگان بار در سرشان غیر داکه پختگین چیز دیگر نانداختن. یگان بار معرکه رفته خانده نکردن. یا امور فرزنداشون ناله فرزند میکنن همچی چاکک چاک چاک میکردن. اگر ما میشتیم یک لحظه گپی وی نمیگفتیم یا برادرها جمع میشنن گپی وی نمیگفتن و خفه میشید میگفت که بینید از یادشون بردن و یا برای اون نمیگفتن که همین مادر من بار دیگر زخم دلشون وی نکنیم.
بو زخمی‌تر نکنی. نمیگفتن اشتن با دیگه گپو میگفتن. وقتی که میخیستن مادرم میگفت که تمره فراموش کردن نه الکه میگفتن نه خیلی فراموش نکردن چه جون برای شما بازیق میشه نه میگفتن میگم باید میگفت. این خاندان زمان سرجم و خوشحال تلفات‌های زیاد داشتند. استاد بزرگ بازار صابر برادران زیادی دانشمند خود را بسیار هم برمحل و جوان از دست داده است. به قول خواهر بازار صابر در گورستان فرزندان پدر شب را روز کرده و شعرگویی کرده است. درد دل برآورده است. قلب بازار قلب شکسته و پرخون غم برادران است. برادرم بزرگ بسیار دوست می داشتن. همه قدر دوست می داشتن. خیلی دوست دار بود خودش. همه دوست می داشتن. بعد در اویله هم خیلی است که برادرای یا دیگر قطع اتفاق ناخه دوست می داری یا دیگر فرزند پدر. بعد برادرم همه بزرگ شبا حتی می خواستن رو بلای گور می رفتن می آوردن. میگفتن که تنها و اینجا خوب مدعی خوب نمی رفتن. به خاطر همین برادرم همین اکه بازارم خدا رحمتی اکه دیگراش زنده بودن همش پول جمع کردن یک جایش دیدن تمام گریستانی قشلق آباد کردن همه همون گیردی همون محکم کردن دروازه کردن میانشون سخت میبستن به یادم است که یک رمال پشمی قطیب میرفتن از هر توشون در گورستان کار میکردن برادرم بزرگ. بعد می اومدن مانده خسته بیگانی خانه مادرم میگفتن که خوب عذاب کشیدیم برای تیمت خوب عذاب کشیدیم. من همه قدر ایره دوست می داشتم آباد کردن در حقیقت آباد کردن. چون تو در غربت نافتادی چی دانی حال ما مهنت غربت نداند هیچ کس ایلا غریب. این در این 20 سال غربت او شاعر بود شاعرتر شد. حالا میگن که انا شیخای ما اهل تصوف عزلت نشینی میکردن این یا استاد ما در عزلت بود. یک کسی نبود که انا شعرش خواند. مشتاق همین تاق یاد قشلاق و یاد همون کمپیر نزاکت و یاد همون گاوجوشی مادر و همون توتی حولی و همون مادر پیرش و همه همین رو پیش روز مثل کامیرا باری و وقتی که او را من میخوانم همین موضوعی مادرش و قشلاقش مثل نوار همین خیلی تصویرگر است که تصویرگر هستی شعر او خیال ما که خودش آهنگ دارد الکه. برای ما بسیار بعضی شعرهای سفید است بسیار مشکل است آهنگ بندی. نه که دیگرش میگویم که درد دل من گفته است همین تپش دل من میسراید میگوید. برای همین تیز من در دل من میشینه شعرش. هنرمند خلقی تاجیکستان سیدقل بلالوف از آن نفرانی است که سالهای زیاد این جانب بالای اشعار استاد بازار صابر آهنگ ایجاد می کند. همه سیدقل یک روز ما یک ربایی بسیار شیرین خواند. ما گفتم اگر حیف است که همین ربایی من نگفته باشم. گفته تو گفته؟ ما گفتم چی خواند؟ ای شرشرانو بیدی مجنونی منی سر تا قدم ارغوان گلگونی منی از جوی به جوی شناوری در خونم شناوری در خونم جویا گل ماهی جویا یگام کسی گفته نمیتونه از جوی به جو شناوری در خونم گل ماهی جویا جوی خونی منی. چون مادر من مزار در پشته نبود در گیردی درش مزار ناگشته نبود
چون مادر سیر بچه از داکه او یک بچه زن تومار نابرده نبود. از خواهر من سه بچه مانده خسی، چون لانه پرنده از خار و خسی. با سوزن و رشته میکند گلدوزی، با سوزه و رشته که از دلسوزی، گلدوزی میکند دل مرا گلدوزی. ای شرشرموی بید مجنون منی، سر تا قدم ارغوان گلگون منی. از جوی به جو شناوری در خونم، گل ماهی جویه جویه خون منی. یک نماینده ادبیاتم هر قدر که توانستم، اگه حال دیگر من میتوانم گفتن نمیتوانم، این گفت هر قدر که میتوانستم یک اکثرا دلسوزانه نسبت مردم، نسبت خلق، نسبت تاریخ، نسبت افتخار، نسبت شخص‌های افتخاری تاریخی کم و بیش گفتم. با تو یاد کردم از دوره هر چی که در ادبیات مورد افتخار است یک بار یاد کردم. و وظیفه هر یک من از پوزیسیون شاعر و نویسنده ها میگم، وظیفه همشون همه میایه. اما آینی هم همین کار کرده بود. آینی هم همین از همون نمونه ادبیات تاجیک سر کرده، همه تا آخر عمرش همین کار کرد. همین آینی هم گفتن که در همون زمان که تاجیک خیلی ملت نیست، یک قوم است، یک قوم یا سه میانه است. آینی گفت که نه، قوم این ملت است، قوم نیست. و گفتن که چه دلیل داره؟ گفت که اینا نمونه ادبیاتش، اینا دلیل من دیدم، گفتم 100% درست، این ملت است. تا آماده نمودن برنامه مذکور با استاد بازار صابر بسیار واخوردم. انسان است مهربان و خوش سخن و غیر عادی و شخصیت نوتکرار. ما تهیه‌گران برنامه پرزیدنتی مردمی این نوبت استاد را برای صحبت به استودیوی شبکه یکم دعوت کردیم. گرچند که استاد بازار صابر چند مدت کمی احوال سلامتیشان بد شده باشد هم خواهش ما را رد نکرده و حاضر شدند. طبعشان خیلی هم خوش بود. در آینه خود را نگریستم سحری، گفتم که مقابلش نیستم سحری. آینه روی من در آینه نبود، با آینه روبرو گریستم سحری. با استاد بازار بیشتر از 2 ساعت صحبت کردیم. هواداران شعر استاد با زودی استاد را حلقه گرفتند. سوال دادند. چراتون با گفته بودید که من توگمه صدایم در پشت هر دری تنگ، همینم به فکرم هم سالهای 91 و 92 بود. همه سالها بود. همه سالها بود. اگر این سال میشد نمیگفتید. حالی بینا. نه حالی نمیگفتم. حالی همین شعری پس از ما هیچ وقت نمیگفتم. من اونجا اشتباهی بسیار کردیم، چون که ما سواد سیاسی بسیار مختصر داشتیم، سواد سیاسی جهانی نداشتیم و اکثر یعنی مردم تاجیک هم سواد سیاسی ندارن. اکثر نویسنده ها و عالم هایش هم. همون سالها هم یک سبق تاریخ بود. امروز در همین زمان جهانی شوی می شود که باز هم جوانای ما را گمراه سازند. جوانان را گمراه بسازند. 1001 تشکیلات در همین خود دوشنبه 1000 تشکیلات 1000 تشکیلات ارتجاعی خارجی، همه مقصدشون پیش از همه گمراه کردن جوانان است. پیش از همه چی میگن؟ متشنج ساختن وضعیت است. من نشته بودم که جلد شاهنامه با قرآن عرب بنگر، سال 1000 است که در پیکار است. عرصه جنگ و مبارزه او عرصه جنگ بزرگ وطنی است.
یگانه شعری که تاجیک پاتریوت میکنند شاهنامه است. مثلا من یک چی گم رسول غمزت فخواندم داغستانی من بعد میگه یک جا که چند دولت های دنیا را چرخ زدم گشتم بعد وقتی می آمدم با اول مستفیدکان من گرد میکردن میگفتن اکو رسول نقل کن درباره همه دولت ها نقل میکردم صحبت همون میرفت می آمدم با اول من به خبر میموندم انا مثل از امریکا با سفیان اومدن با تپاکای اول که در اونجا در تنه دیوال مسکو تپاک است نه تپاک نیست نه جو قشار نبوده به تپاک خاطر جرغات بعد بازگشت همو دلانه همو وطن دریافتی گفته که دلانه همه در جایش هست همه دلانه ها هستند ولی انا کم من نمیشوم انا این دیگر گفت همچه آواره بزرگ شدی به وطن بزرگ شدی در کف دست من بزرگ شدی دخترم زیره صغیر داشتم در کف دست خود تو را کشتم نرود هیچ بویت از مشتم دخترم زیره صغیر داشتم در کف دست خود تو را کشتم نرود هیچ بویت از مشتم اوه باسای این نوارها از آمدن استاد بازار صابر به وطن است. اهل زیای کشور وسایط اخبار عامه استاد را حلقه گرفته و سوال باران میکردند. با خانه خودتون خوش آمدید استاد. روحیه چگونه است؟ تشکر سلامت باشه. ما یک 2 بار یا 3 بار پیش از این آمده بودم و هر بار به اختیار خدا می آمدن. یعنی به هیچ دعوت و به هیچ تکلیفی اختیارا همون به گفتگو با خانه تی آشنا با خانه همه آشنا بیا یگانه نیست بگویم بیا من همه خیلی میامونم هر دفعه به یکم تکلیف به یکم دعوت و این دفعه فرقش زیاد است. فرقش اینه که دفعه رسما کاملا رسما با دعوت محترم پرزیدنت جمهوری آمدم. واقعا از این دعوت ما به حد منتدار و هزار رحمت به پرزیدنت محترم پرزیدنت جمهوری که نهایت با کاری من هم مشغول شدن. کاری من که مشغول ندارد، که هیچ مشغولیت ندارد. هر کس که یک اینتلیگنت خودش اینتلیگنت نشمارد، یک آدم پیشقدم جمعیت نشمارد، هر کس که خیلی خلاص این که از معلم تا با اکادمیک در تعلیم پرزیدنت بزرگ بهتر و همیشه این مغز که همین اینتلیگنت مغز میگن همون مغز عقلها یاری میاد. استاد بازار صابر هم به احساسات داده شده شادی خود را پنهان کرده نمیتوانست. نسیم فارم وطن را در تمام وجودش احساس میکرد. خیلی خوشحال بود. بهار به روی تویم چیکار آید یک آمدنت به که 100 بهار آید. نه بهار آوردین. گویان بهاران شد و گل آمد و دای رفت. ما به تو ندیدیم که کی آمد و کی رفت. نه بهار آورده. بس تیر و دایما آورده بیش بیاید که ما خواه گشته و خیشت. روز دیگر استاد بازار صابر را پرزیدنت کشور محترم امام علی رحمان به حضور پذیرفتند. خیلی خوش و آزاد و صمیمی صحبت کردند. ما یک واقعی حال جناب دوستانه با تمام نوازش و مهربانی ما را استقبال کردند و من 100% از محترم رئیس جمهور منتدارم و قبلا هم منتدار بودم که من در کیم کجای امریکا زندگی میکنم همونجا من یافته یک از من سراغ گرفتگی در واقع به واسطه روبرو با بهتر 1000 بار بهتر بسیار مهربانانه دوستانه دوستانه که ما بیگانه نیستیم همین یک خیلی مثل یک آدمای یک عائله صحبت کردیم
مثل آدم مردمی یک خاندان یک عائله. و پیش از این آماده بودم چند بار و هیچ کس برای رفت و آمد من مانع نشده بود. آزادانه آمدم و آزادانه رفتم. در تاجیکستان وقتی که من آمدم گفتم که همه اینتلیجنت های تاجیک بهتر راه است، اصلا خوبترش همین است که در همین اطراف پرزیدنت باشند بهتر از آن که در تاجیکستان پر جریان ها، پر عقیده های اکستریمیستی، عقیده های ارتجاعی پرن، خصوصا در بین اینتلیجنت. اهل زیاد خشانا وارث فرهنگ، خشانا وارث مدنیت و علم و ادبیات میشمارند، اینو با اونا داخل دارد. برای همین من به واسطه با همین گفتم که در اطراف این پرزیدنت بودم بهتر، برای اینکه همین یکم که همین مسئله اولین ما چه همین وحدت ملی با نشانی که از شما دارم از جهان به نشان نخواهم رفت. جایگاه باشید. دائما صحت سلامت باشید. سربان سر ملت تاجیک باشید. ما با شما افتخار میکنیم. من شخصا علی زیا را عالمانم، علی ایجاد بنیاد عزت اونایی که در اصل ایجادکار هستند. استاد بازار صابر از راهبر دولت با احترام زیاد حرف میزند. میگوید امام علی رحمان قهرمان وحدت تاجیکان است و واقعا هم پیشوای ملت امام علی رحمان در وحدت استوار ما، در سرجم ساختن ملت تاجیک، در برگردانیدن گریزه های زیاد به وطن خدمت قهرمانانه کرده است و محض انا همین از خودگذشتن های راهبر دولت بود که امروز ما سرجم آمدیم. امروز تاجیکستان ما وحدت دارد. امروز ما به همدیگر متحد هستیم و به قول استاد بازار صابر ما باید از این وحدت، از این صلح، از این آسایشتگی سرزمین به قیمت جان حفظ کنیم. نگذاریم تا بدخواهان ملت بار دیگر ما را به هم دشمن سازند، ملت را پراکنده کنند و وطن ما را به خرابزار تبدیل دهند. و استاد بازار خیلی خوب میگوید که دوست داشتن وطن از کوچه، از دهه، از درخت، از آب زادگاه هر یکی ما شروع می شود. پس بیایید دوستدار این وطن باشیم. بیایید به قیمت جان از این همه ارزش های ملی خود حفظ کنیم. بیایید فرزندان وطن خواه و وطن ساز و وطن دوستی این سرزمین باشیم. گلهای وطن نچیده ام ده سر سال، دیداری وطن ندیده ام ده سر سال. میبینمش از خریطه دیواری، میبینمش از خریطه دیواری. دوری وطن کشیدم ده سر سال، دوری وطن کشیدم ده سر سال. خانه من مسافه بسیار است، رسمم به دو چشمی چار در دیوار است. تا خانه من مسافه بسیار است، رسمم با دو چشمی چار در دیوار است. از
روی من آینه من سر نشد، آینه من منتظری دیدار است، آینه من منتظری دیدار است. از روی من آینه من سر نشد، آینه من منتظری دیدار است. ای عکس نشانی روی ماه بودی، از تازه جوانیم گواه بودی. من پیر شدم ولی جوانی تو هنوز، من پیر شدم ولی جوانی تو هنوز. حقا کی رفیقینی مراه بودی، حقا کی رفیقینی مراه بودی. با نشانی که از شما دارم از جهان به نشان نخواهم رفت. عمرست که هست چشم من ابرالود، بارانی سریش که من دم کندن نشد. عمرست که هست چشم من ابرالود، بارانی سریش که من دم کندن نشد. از ترکی وطن که 10 سری سال گذشت، 10 سال هوای چشم من صاف نبود، 10 سال هوای چشم من صاف نبود. از ترکی وطن که 10 سری سال گذشت، 10 سال هوای چشم من صاف نبود.